سوال فکر کردی وقتی تو موبایل جی پی اس رو روشن میکنی این تکنولوژی از کجا اومده؟ جوابش برمیگرده به یک دانشمند ایرانی در 12 قرن قبل. اسمش محمد ابن ابراهیم فزاری بود. فزاری اولین ایرانی بود که استرلاب ساخت، ابزاری که قدیمی ترین جد جی پی اس و قطب نمای امروزیه. با استرلاب میشد مسیر پیدا کرد، زمان رو فهمید و ستاره ها رو اندازه گرفت. البته مهمترین کار فزاری ترجمه بود. او کتاب‌های بزرگ هندی و یونانی رو ترجمه کرد، مخصوصاً کتاب اسند هند. همین کتاب شد پایه نجوم و ریاضیات ایران و بعدها اروپا از همین دانش استفاده کرد. فزاری اولین جدول‌های نجومی رو نوشت، جدول‌هایی که برای تقویم، پیشبینی خسوف و کسوف و حتی ساخت ساعت‌های دقیق استفاده می‌شدند. نتیجه کاراش برای امروز ما چی بود؟ اگر این تلاشا نبود مسیر علم به جایی نمی‌رسید که امروز بتونیم ماهواره بسازیم، نقشه‌های دقیق داشته باشیم یا با گوشیمون مسیر رو پیدا کنیم. فزاری شاید اسمش کمتر شنیده بشه، اما اثرش هنوز کنار ماست، در هر قطب نما و در هر ساعت دقیق.